سلام، به کانال من خوش اومدید. با درس دوم از کتاب Common Mistakes at IELTS Intermediate and How to Avoid Them در خدمتتون هستم. تاپیک این درس هست singular or plural، یعنی مفرد یا جمع. مثل همیشه اول ازتون میخوام که گزینه درست رو انتخاب کنین. من گزینه ها رو میخونم، شما برای چند ثانیه ویدیو رو پاس کنین. بعد اینکه گزینه درست رو انتخاب کردین ادامه ویدیو رو ببینید. There are several problems with this idea. چندین مشکل با این ایده وجود داره. There are several problems with this idea. Problem or problems؟ بله، گزینه درست problems هستش. چرا؟ several به معنی چندینه. وقتی با problem که یه اسم قابل شمارش هست میاد، problem باید تو حالت جمعش قرار بگیره و متقابلا فعلمون هم فعل are میاد که با اسمهای جمع آورده میشه. سوال دوم. Many charity organizations provide a great deal of help. Many charity organizations provide a great deal of help. Organizations یا organization. چند ثانیه ویدیو رو پاس کنین، گزینه درست رو انتخاب کنین، بعد ادامه ویدیو رو ببینین. جواب درست A هستش. Many charity organizations provide a great deal of help. Charity organizations، مؤسسات خیریه. خیلی از مؤسسات خیریه یه حجم زیادی کمک به ما ارائه میکنن. وقتی دارم منی میارم باید اسمی که بعدش میاد تو حالت جمع باشه. چرا؟ همونطور که میدونین ما یه سری اسامی قابل شمارش، یه سری اسامی غیر قابل شمارش داریم که بهشون میگیم countable یا count nouns قابل شمارش ها، uncountable یا non-count nouns اسمهای غیر قابل شمارش. وقتی که داریم راجع به organizations صحبت میکنیم میتونیم بشماریمش دیگه، درسته؟ چون اسممون یه اسم قابل شمارش هستش باید باهاش منی بیاریم. اگر خاطرتون باشه ما با اسامی که غیر قابل شمارش بودن much می آوردیم. مثلا water یه کلمه غیر قابل شمارشه، پس میگم much water. How much water؟ ولی یه چیزی مثل apple، orange، organization، problem اینا قابل شمارشن، پس باهاش منی میاد. many charity organizations چون اسم قابل شمارشه و باهاش منی آوردم به معنی بیشتر از یه دونه است، پس باید اسمم تو حالت جمع قرار بگیره. خب بریم که با هم قاعده‌شو بخونیم. If you use a plural noun, you must use a plural verb. وقتی که یه اسم جمع آوردین باید فعلتون هم متقابلا جمع باشه. The verb must agree with the noun. فعلتون باید با اسمتون موافق باشه، یعنی یا جفتشون جمع باشن یا جفتشون مفرد باشن. For example, in my country there are very few cars that use leaded petrol. In my country there are very few cars that use leaded petrol. are اینجا فعلمونه، یه فعل to beه. car nounمونه که تو حالت جمعه. وقتی که نونم حالت جمع داره با فیو اومده، دارم میگم تعداد کمی ماشین، بالاخره بیشتر از یه دونه منظورمه دیگه، پس فعلم هم باید متقابلا جمع باشه. مثال دوم. I like studying during the day but my friend prefers studying at night. I like studying during the day but my friend prefers studying at night. اینجا در واقع فاعلمون I هستش، فعلمون like و دوباره یه سابجکت دیگه، یه فاعل دیگه داریم my friend و فعلمون prefer هستش. حالا برای I خیلی مشخص نمیکنه چون ما با I هم همون فعل like رو میاریم، میگیم I like، you like، we like، they like. میگیم like حالت plural داره ولی نه با I. اما با my friend من میتونم راحت ترین رو بهتون اثبات کنم. ببینید ما وقتی داریم راجع به یه دونه دوست صحبت میکنیم، با وقتی که سابجکت پرونانمون she، he یا it باشه باید فعلمون اس سوم شخص مفرد بگیره، اصلا اسمش روشه اس سوم شخص مفرد، اوی زن، اوی مرد یا آن چیز. وقتی که my friend نونمونه، همون فاعلمونه، اسممونه و به حالت مفرده، باید وربش هم به حالت سینگولر یا همون مفرد بیاد و اس سوم شخص رو بگیره. دقت کنین ما وقتی که سابجکت پرونانمون یا همون فاعلمون
که اسم جملمون هستش تو حالت جمع قرار داره، مثل we, they یا my friends اگه بود دوستان من، باید فعل جمع می آوردیم، prefer می آوردیم. اما چون یه دوسته ما اون اس سوم شخص مفرد رو داریم، prefers. We use a plural noun with. بریم ببینیم کجاها باید اسم جمع استفاده بشه. Plural verbs وقتی که فعل های جمع داریم، مثل are, were, have, do, play, etc. میبینین اینجا ما در واقع play رو داریم. اگر داشتیم راجع به سوم شخص مفرد صحبت میکردیم شد plays، درسته؟ پس این حالت جمع اون فعل است. There are a lot of books on the table. There are a lot of books on the table. are فعلمونه به حالت جمع آورده شده. چرا؟ چون ما اینجا books رو داشتیم که اسممون بوده و حالت جمع داشته. حالا یه نکته راجع به a lot of وجود داره. a lot of میتونه هم با اسامی قابل شمارش و هم با اسامی غیر قابل شمارش بیاد. اگر اسممون قابل شمارش باشه مثل book و بعد a lot of بیاد، ما داریم راجع به بیشتر از یه دونه کتاب صحبت میکنیم، پس اسممون باید تو حالت جمع باشه، a lot of books، و متقابلا فعلمون هم تو حالت جمع قرار میگیره، are. خب بذاریم من اینجا رو پاک کنم. Numbers greater than 1 یعنی اعدادی که بزرگتر از یکن، مثل 30 cars, 100 students. وقتی که منی داریم، ببینین گفتم بهتون منی با اسامی قابل شمارش میاد و وقتی میاد یعنی بیشتر از یه دونه چیزو داری راجعش صحبت میکنی. وقتی منی رو داری و بعدش اسم قابل شمارش رو داری، باید اون اسم تو حالت جمع باشه. It's annoying that so many buses drive past because they are full. So many buses. میبینیم باس اینجا اسممونه و تو حالت جمع اومده چون قبلش منی رو داشتیم. و بعد از فریز the number of یعنی تعدادی است، یعنی تعدادی است. The number of buses on our roads has increased each year. بعد از the number of اسم باس رو داشتم که به حالت جمع اومده، بیشتر از یه دونه اتوبوس رو دارم راجعش صحبت میکنم دیگه. اما فعلمون هستش، has increased هستش در واقع که تو حالت present perfect قرار گرفته، درسته؟ اما چرا has؟ چرا have نه؟ ما گفتیم حالت plural verb have، چرا has آوردم؟ درسته؟ have increased باید باشه یا has increased باید باشه؟ ما میگیم یه فعل دیگه براش استفاده میکنم. I've played, you've played, she has played, he has played, it has played, they've played, we've played. درسته؟ اما اینجا چرا has آوردم که مفرد باشه؟ خب این نکته IELTS مونه. Note that we use a plural noun but a singular verb after the number of. وقتی دارین از فریز the number of استفاده میکنین، نونتون باید تو حالت پلورال باشه که اینجا باس بود شد buses، و وربتون که همون has increased بود باید تو حالت سینگولر بیاد، یعنی انگار من شی و هی و ایت دارم، اوی زن، اوی مرد یا آن چیز دارم، خب has باهاش میارم. این نکته خیلی نکته مهمیه، خیلی ها توش اشتباه دارن. حالا کجاها من از اسمهای مفرد استفاده میکنم؟ We use a singular noun with singular verbs با فعلهای مفرد مثل is, was, has, does, plays, prefers اگر یادتون باشه etc. There is only one bedroom in the flat یعنی فقط یه دونه اتاق خواب توی اون آپارتمان هستش. One bedroom یه اتاق خواب، یه دونه است، سینگولره، پس فعلی که باهاش آوردم is singular. وقتی که آرتیکل های a, an یا عدد one رو داریم که معنی یکه، مثل a car, one student. و اینجا یه نکته دیگه داریم. Note that some nouns can look plural but are singular. یه سری اسم ما داریم که به نظرتون جمع میان اما مفردن. مثل چی؟ مثل news به معنی اخبار، mathematics به معنی ریاضیات. اینا چون اس دارن به نظرتون جمع میان اما در واقع توی زبان انگلیسی مفرد هستن. And some nouns have a different form in the plural. یه سری اسامی رو هم ما داریم
که حالت جمعشون بیقاعده است، شکلشون فرق میکنه، اسم جمع نمیتونیم بهشون بدیم. مثل a child که جمعش میشه children. A child, two children. A man, two men. A woman, two women. A person, two people. یه چیزی اینجا دقت کنین. حالت سینگولار یک زن هست a woman، اما حالت جمعش اشتباه نکنین. woman نوشته شده اما women خونده میشه. two women, three women, 30 women. خب حالا ازتون میخوام که اشتباهی که ما توی این تصویر داریم رو برای من درست کنین. The number of women studying science increased dramatically last year. یعنی تعداد خانم هایی که در واقع ساینس میخوندن از پارسال به حالت خیلی شدیدی یهو افزایش یافته. خب چند ثانیه ویدیو رو پاس کنین و اشتباه رو برای من تصحیح کنین. گفتیم بعد از the number of نونمون باید تو حالت جمع بیاد و فعلمون تو حالت مفرد. پس the number of women حالت جمع women رو داریم. Studying science increased dramatically last year. Increased حالا تو حالت past قرار گرفته. ما میدونیم که وقتی تو حالت گذشته داریم صحبت میکنیم دیگه فرق نداره حالا برای هیشی یا ایت باشه یا برای بقیه پروناونا باشه، همش یه شکله. اما دقت کنین اگر تو حالت حال ساده بود باید به حالت در واقع مفرد می آوردیمش. حالا یکم تمرین کنیم. Underline the correct word in each sentence. اون کلمه‌ای که از نظرتون درسته توی هر جمله رو زیرش خط بکشین. من همه جملات رو یه دور براتون میخونم، بعد شروع میکنم یکی یکی پاسخ دادن. بعد اینکه من جملات رو خوندم ویدیو رو پاس کنین، جواباشو برای خودتون یه جا یادداشت کنین یا تو ذهنتون بسپارین، بعد جوابای منو ببینین. The childs or the children are playing in the street. The number of men or men studying science has decreased. There are a lot of persons or people in my class. I enjoyed studying mathematics a lot. I found it or them very interesting. The news were or was very upsetting. How many classes or class do you have today? A person or people I really admire is my uncle. My father watches a lot of sport on TV. ویدیو رو چند ثانیه پاس کنید و بعد جوابا رو ببینید. The children are playing the street. are یه فعل جمعه، پس باهاش باید اسم جمعمون رو بیاریم و جمع childs نیست، children هست. The number of men studying science has decreased. یعنی تعداد مردانی که ساینس میخونن کاهش پیدا کرده. تعداد بعد از the number of گفتیم باید نممون تو حالت جمع باشه و میبینین has decreased داریم. یعنی چی؟ یعنی فعلمون تو حالت مفرد قرار گرفته. has decreased. There are a lot of people in my class. گفتیم وقتی a lot of داریم و بعدش اسم داریم باید اسم تو حالت جمع بیاد. در واقع person یه کلمه هست که قابل شمارشه، فقط جمعش فرق داره، اسم جمع نمیگیره. این مشکل خیلی از بچه هاست، میگن اوکی استاد people, women, men و children غیر قابل شمارشن، در حالی که قابل شمارشه فقط اسم جمع نمیگیره، بی قاعده است. I enjoyed studying mathematics a lot. I found it very interesting. گفتیم mathematics یکی از اون اسامی هست که به نظرتون جمع میاد اما در واقع مفرده. پس پروناونی که باش میاریم ایته، یعنی به یک چیز دارم برمیگردم. یا the news was very upsetting. باید was استفاده کنم چون news جزو در واقع مثل mathematics جزو اون اسامی هست که مفرده اما شبیه به جمعه. How many classes do you have today? گفتیم بعد many ما اسامی قابل شمارش رو داریم. class قابل شمارشه و وقتی بعد many اومده دارم میگم چند تا کلاس داری، یعنی تعدادی کلاس تو داری، بیشتر یه دونه، پس باید تو حالت جمعش بیاد. A person I really admire is my uncle. یعنی شخصی که من خیلی برش احترام قائلم عمو یا دایی منه. A داریم، آرتیکل A داریم، پس یه دونه آدم راجعش صحبت میکنیم به حالت مفرد person هست، نه people. A person, two people, three people. And my father watches a lot of sport on TV. پدرم خیلی توی تلویزیون ورزش نگاه میکنه. وقتی دارم راجع به یک نفر صحبت میکنم my father، اگه بخوام subject pronoun بیارم میگم he، درسته؟ باید سوم شخص مفرد رو بهش بدم.
My father watches a lot of sport on TV. اسم سوم شخص مفرد برای subject pronoun he, she و it بود. My father میتونه he به جاش بیاد. و دقت کنین که این کلمه پرونانسیشنش واقعا ازه. فکر نکنید اشتباه میگید. watches. به خاطر اینکه آخرین صدایی که ما داریم میشنویم صدای چه هست، بعدش es میذاریم برای اینکه حالا بتونیم اسم سوم شخص مفرد رو بهش بدیم و واقعا اس خونده میشه. watches. اوکی. امیدوارم این درس رو یاد گرفته باشین. اگر سوالی، پیشنهادی یا انتقادی دارین توی کامنت ها برام بنویسین و درس سوم میبینمتون.